بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك غلا مصابهم. الحمد لله غلا قدیم رضیتی. اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیه السلام. در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت مراسم عزاداری برای سید مظلومان سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. از خداوند می‌خواهیم این توسلات رو در هر کجای عالم قبول بفرماید. از خداوند می‌خواهیم رحمت و نصرتش را بر این سرزمین پاک نازل بفرماید. تقاضا می‌کنم به روان پاک شهیدان، به ویژه سرور و سالار اونها حضرت امام حسین علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان اسرائیل، آمریکا، صلواتی تقدیم بفرمایید. روزگار جنگ، یک جنگ جدی واقعی. 400 آیه در قرآن درباره جنگ. این برای الان گفتنش. گفتیم 82 جنگ زمان پیامبر رخ داده، 9 تاش رو خدا در قرآن آورده. جنگ اول بدر در سوره انفال بود. جنگ دوم احد در سوره آل عمران، آیات بسیار زیاد، ما در حد اشاره بعضیش رو، تمامش با درس با نکته همراهه. خب در جنگ بدر مسلمین پیروز شدند، در جنگ احد شکست خوردند. بعد از هر جنگی قرآن به ما یاد میده بنشینید تجزیه تحلیل کنید، ببینید کجاها اشتباه کردید، در جنگ بعد جبران کنید. آیاتی که میخوام بخوانیم درباره تجزیه تحلیل جنگ احد که ما شکست خوردیم. آیه 149: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. حالا که شکست خوردیم بیام تسلیم بشیم. چطوره؟ حالا که شکست خوردیم بیام سازش کنیم. حالا که شکست خوردیم بیام این آیه نهیب میزنه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر سازش کنید، اگر تسلیم شوید، خسارت میکنید، نفعی توش نیست، نفعی توش نیست. بل الله مولاکم، برین سراغ خدا، او مولای شماست، او فرمان روای شماست. و هو خیر الناصرین، بهترین کمک رو او به شما میکنه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا. مشرکین منطقی ندارن، دلیلی ندارن برای راهشون، برای فکرشون. یه چوب رو میپرسته، یه سنگ رو میپرسته. ما در دل مشرکین ترس انداختیم. شما هم در مرحله اول جنگ احد پیروز شدید. ببینید شکست دلیلش چیه؟
و مأواهم النار و بئس مثوی الظالمین. جایگاه مشرک آتیش، بد جاییه. حالا تو رزمندگان ممکنه ما هم اگر اون روز می بودیم، حاجی آقا شما که قول دادید خدا کمک میکنه، پس کوه کمک خدا، کو نصرت خدا؟ هی پشت بلندگوها گفتید خدا خدا خدا. این که الان نعش شهدای ما رو زمین افتاده. میفرماید لقد صدقکم الله وعده خدا درسته. شما ببینید شما کجا اشتباه کردید. یه بار مرور بکنیم. از تحسونهم باذنه، به اذن خدا شما حس دشمن رو گرفتید، اونا عقب نشینی کردن تا رسید به اینجایی که حتی اذا فشلتم، شما شل شدید. کجا؟ 50 نفر اون بالا چشمشون افتاد به غنایم، دلشون رفت. چی گیر ما میاد؟ زن و بچه ما هم منتظر هستن. خب شما شل شدی، خدا مثل جنگ بدر کمک کرد. یه مشکل دیگر هم پیدا کردید. و تنازعتم فی الامر، بین شما اختلاف افتاد. اون یک دستی، اون یک پارچگی، اون همدلی آسیب دید. و عصیتم، از فرمان رهبر هم نافرمانی کردید. اینا دلایل شکست احده. یک، شل شدید، اون استحکام اولی رو نداشتید. دو، یک دستی، یک پارچگی، وحدت، انسجام از بین رفت، چند دسته شدید. سه، از فرمان رهبر سرپیچی کردید. اینا رو بنشینید حساب کتاب کنید. تو جنگ بعدی همین رویه رو داشته باشید شکست میخورید. منکم من یرید الدنیا، بعضی از شما دنبال دنیا بودن، دنبال غنیمت. و منکم من یرید الاخره، بعضی هم دنبال شهادت بودن، دنبال جانبازی، دنبال فداکاری، دنبال حراست از مکتب اسلام. ثم صرفکم عنهم، خدا هم یه کاری کرد که شما رو منصرف کرد از باید میرفتید تو دل دشمن میجنگیدید، فرار کردید رفتید. خدا این کارو که سنت خدا هست. تا زمانی که شما پای کار بودید خدا کمک کرد، منصرف شدید، خدا هم منصرف شد. لیبتلیکم، میخواست امتحان کنه شما رو. فکر نکنید هم تو الکی کمک خدا میرسه، خدا سنت داره. بعدم شما با تشویق یا با نهیب بانوان فراریا برگشتن به میدان جنگ و عذرخواهی کردن، خدا هم عذرخواهی رو پذیرفت. و لقد عفا عنکم، عفو کرد شما را. والله ذو فضل علی المؤمنین، خدا لطف داره به مؤمنان. گناه هم بکنن توبه اونها رو میپذیره، میپسنده. اینم یادتون نره، از تسعدون، شما تو بیابونا پراکنده شدید، به کوهها پناه بردید. ولا تلوون علی احد، به هیچ کی توجه نداشتید، فقط به فکر جون خودتون بودید. و الرسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبرم در یه گوشه هی شما رو صدا میزنه، من پیغمبرم، بیاد کمک کنید به من. شما گوشاتون کر شده بود. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، باید یه جوری بشه غنیمت از دستتون رفت خیلی قصه نخورید. ولا ما اصابکم، از حوادث نترسید. اسلامی همچین رزمنده‌ای میخواد، نه طمع داشته باشه نه ترس داشته باشه.
والله خبیر بما تعملون. خدا خبر داره شما چی کار میکنید. الان نمیدونم تو این مسجد فکر کنم دوربین باشه. اگه دوربین باشه من یه جور حرف میزنم، اگه دوربین نباشه دوربین هست بله، و مواظبت میکنم هر حرفی رو نزنم، هر مثالی رو نزنم، هر کلمه‌ای رو. آقا برادر خواهر، دوربین های خدا در همه جا کاشته شده. خداوند نظاره‌گر است، خداوند بصیر است، خداوند خبیر. اینا اگه بدونی از تو دل شما هم خبر داره. میدونه از 50 نفر 43 نفر برای چی اومدن پایین؟ شما بگید برای غنیمت. هیچی ندونه، خدا که میدونه. پیامبر عزیز ما کنار نعش شهدا گریه میکرد، یه کشته ای رو نگام نکرد، رد شد. گفتن یا رسول الله یه نفر رو جا انداختی. فرمود هازا قتیل الحمار. این اومده بود دنبال یه الاغ جوانم میدونید مثل آهو، خیلی دوست داشتنیه، همچی میپره. این الاغه چشمشو گرفته بود، اصلا نه کاری به رزمندگان اسلام داشت نه کاری به خدا، نه دنبال این الاغه بود. همطور رفت بگیرتش، یه تیر بهش خورد، افتاد مرد. یکی شهید نیست. این لقب رو پیغمبر بهش داده، هازا قتیل الحمار. نیت ها رو خدا خبر داره، مواظب اعمالتون باشید. خب فرار کردید، میدونید خدا چجور شما رو مجازات کرد؟ فراریا رو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا. اول خدا شما رو قصه دار کرد. چند جور قصه. بعضی هم گفتن پیغمبر کشته شده، این یه جور قصه. غنیمت هم که دستتون نگرفته، اینم یه جور قصه. شکست هم که خوردید، اینم یه جور قصه. حالا خدا دوستتون داره، این قصه ها رو برطرف کرد. چه جور؟ یه خوابی را بر شما غالب کرد. نعاس یعنی خواب، امنه یعنی خوابی که پریشان نباشه. گاهی آدم میخوابه اعصابش خورد میشه، میگه کاش که نخوابیده بودم. نه، یه خواب خوشمزه که این قصه های مقداری تموم. راه خدا را، انقلاب را ادامه بدید. یغشا طائفة منکم، یه گروهی از شما آرامش پیدا کردن. و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یه عده‌ام به خدا بدگمان شدن. خب ایمان آدم ها فرق داره. امام صادق علیه السلام فرمود ایمان 10 درجه داره. یکی درجه 1، یکی درجه 3، یکی درجه 5. سلمان رفته تا 10. یک کسی شک میکنه تو قول خدا، تو وعده خدا. یک کسی اطمینان داره به نصرت خدا. اینا این رو میگفتن ضعیف الایمان ها. یقولون هل لنا من الامر من شیء، یعنی یه پیروزی هم نصیب ما خواهد شد، ما که همش بدبختی و بیچارگی. جواب بده قل ان الامر کله لله، بگو همه کار دست خداست. خدا هم قاعده داره، قانون داره. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، ای پیامبر اینا نقش بازی میکنن، ظاهرشون رو یه جوری نشان میدن. حالا من اینطوری مثال میزنم، میگم بازیگرا رو شما دیدید، پرویز پرستویی توی فیلم قاچاقچیه، توی فیلم آخونده، توی فیلم مهربانه، توی فیلم کلت دستش همه رو. من میخوام بگم تو زندگی واقعی هم همینطوره. انسان یه استعدادی داره، میتونه نقش بازی کنه به دروغ ظاهر رو یه جوری اینجا خدا به پیغمبر میفرماید مخفی میکنه غرض خودش رو، هدف خودش رو نشان نمیده دنبال چیه.
یقولون لو کان لنا من الامر شیء. وقتی جنگ میشه الان تو خونه های شما خبره، نمیتونیم اون خبره رو بازگو کنیم. چه خبره؟ خب بحث میکنیم دیگه، مخالف، موافق، متوسط، هر کسی حرف دیگه. انسان حرف میزنه. آقا تقصیر کیا هست؟ تقصیر نمیدم اصلاح طلبا، اصولگرایان، آخوندا، پاسدارا، بازاریا، چه میدونم، هر کسی چیزی میگه. اینا این رو میگفتن اگر واقعا کار دست خدا هست ما کشته نمی شدیم. منظورش اینه که خدایی در کار نیست. خدا کجا بود؟ اگر خدا بود ما کشته. چرا الان خدا هم هست، کشته هم دادیم چون کوتاهی کردیم. 3 دست گل به آب دادیم. اول چی بود؟ بارک الله. آقا برای این جوان یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فشلتم یعنی شل شدید. قرآن یه آیه داره، استاد عزیز بنده آیه قرائتی اینو به صورت شعار در آورده. اون آیه اینه 20 بر 200 پیروز است. قرآن میفهمد 20 نفر از شما اگه صابر باشید بر 200 نفر از دشمن، اما اگه صبر شما، مقاومت شما افت بکنه، این دفعه باید بگیم 20 بر 40 پیروز است. نمیتونه بگیم 20 بر 200 پیروزه. شما اولا شل شدید، دوما شما بگید. میخوام تا خونه رسیدید حرفای من یادتون بمونه. اختلاف بینتون پیش آمد، دشمنم از اختلاف استفاده میکنه. انگلیسی ها الان 200 ساله میگه اختلاف بیانداز حکومت کن. خب من باید بیدار باشم. دوم اختلاف. سوم چی بود؟ مرحبا نافرمانی از رهبر. خدا هست. شما اگر قرص و محکم وایساده بودید، شما اگر یک پارچه و متحد بودید، شما اگر مطیع رهبر بودید، همون خدای بدره کمک میکرد. شما نگاه کن اشکال کارت کجاست. میگن اگر کار دست خدا بود ما قتلنا، ما کشته نمی شدیم. اینو ضعیف الایمان ها میگن. قل جواب بده لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. اولا مرگ و زندگی که دست خداست. تو خونتون هم اگر می بودید تو رخت خواب مرگتون رسیده بود میمردید. امام حسین علیه السلام از مدینه راه افتاد تا کربلا، هی آیات قرآن رو میخوند. تو راه مکه این آیه رو میخوند. مرگ آدم برسه تو رخت خواب، تو بسترم باشه، حتی توی ساختمان‌های مستحکم بتون آرمه. آقا اینو فرانسوی‌ها ساختن، آلمانی‌ها ساختن. مرگ برسه اون فرشته بلده چجور بیاد سراغ شما. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. خدا میخواست امتحان بکنه نیت‌های شما چیه. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یه مقداری هم میخواست مشتمال بده شما رو. ما گاهی وقتا از خدا گلایه داریم، میگیم این خدایی که انقدر مهربانه چرا گاهی سیل میفرسته، گاهی زلزله میفرسته، گاهی جنگ پیش میاد. خب میخواد شما رو پاک کنه. مثالی که آقای قرائتی میزنه اینه: مادر بچه‌شو میبره حمام، بچه‌م از آب داغ خوشش نمیاد، از کف صابون هی جیغ میکشه. مادره پاکی بچه رو میخواد، سعادت بچه رو میخواد. خداوند میفرماید من اگه میخواستم یه کاری میکردم جنگ پیش نیاد، اما میخوام یه مشتمالی به شما بدم.
قوت پیدا کنید، بتونید تصمیم بگیرید بر امواج بلاها با اراده سوار بشید، با اراده خودتون پیروزی رو به دست بیارید. والله علیم بذات الصدور. خداوند به نیتها، به دلهای ما آگاه است. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اونایی که روز دیدار دو لشکر فرار کردن از شما مسلمونا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان گولشون زد. الان من از شما میپرسم آقایان، شیطان رو میشناسید؟ جواب نمیدین. به نظر من خیلی کم. شیطان شناسی خیلی مهمه. 99 بار اسمش تو قرآن آمده، 88 بار با کلمه شیطان، 11 بار با کلمه ابلیس. یعنی 100 جای قرآن شیطان شناسیه. شیطان خیلی نرم حرف میزنه، شیطان با مهربانی به ما نزدیک میشه، شیطان با هنر، با عکس خوب، با ادبیات خوب فریب میده. اینو باید بشناسیم. این فراریا رو شیطان فریب داد. به بعض ما کسبو، یه گناهانی تو پروندهشون بود، قبلا هم شیطان اومده بود سراغشون، به خاطر اون گناهان اون استحکام ایمان رو نداشتن. امروز هم یعنی این قوانین هست. بله، یه فرمانده لشکر، یه فرمانده گردان، یه وزیر، یه وکیل، به هر نسبتی که از گناه پاک نگه داشته باشه خودشو، موفق میشه. خدا دستشو میگیره، خدا راهنماییش میکنه. دوباره میفرماید خدا بخشید شما رو، یادتون نره ها. ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. خدا حوصله‌اش زیاده، آمرزنده است، بردباره. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. رزمندگان شکست خورده آمدن مدینه، تو شهر، ضد انقلابایی که جبهه نیامده بودن، گفتن تقصیر خودتونه، خب مثل ما نمیرفتید جبهه. الان تو همین کشور ما ایران یک کسانی هستن، مثلا یه جانباز رو میبینه دست نداره یا چشم نداره یا 2 پاهاش، میگه تقصیر خودته، اگه مثل من نمیرفتی سر و مرو گنده، الان میرفتیم با هم فرهزاد اونجا یه غذای دبش میخوردیم. قرآن میفرماید اونایی که میگن، میخندن، خوشحالی میکنن چه خوب شد جبهه نرفتیم، بنشینن گریه کنن به حال خودشون. برادرها، خواهرها، در شهر مدینه شوهر حضرت زینب سلام الله علیها برای پسراش مجلس ختم گرفته بود. و وقتی شنیدن مردم مدینه که عزیزانشون کشته شدن، مراسم گرفتن. یه ضد انقلابی، عبدالله بن جعفر یعنی پدر 2 شهید که نیامده کربلا، یه ضد انقلابی لب در وایساده بود، اومد در گوش عبدالله جعفر گفت حیف شدن بچه‌هات. دیدید چه ضد انقلابا میان در گوش پدر مادر شهدا هی انگولک میکنن. عبدالله ابن جعفر هم یک کفش برداشت زد تو صورتش، گفت خاک بر سرت، ما باختیم، ما میخوام بمانیم، حالا یه کامیون برنج میخوام بخوریم، حالا برنج شمال، برنج ایران درجه 1، نمیدونم یه 5000 کیلو هم گوشت میخوام بخوریم. اینا تحریکاتی است که رزمندگان اسلام شکست خورده اومدن تو شهر.
یه عده ضد انقلاب به اینا میگفتن اگه نمیرفتید مثل ما سالم بودید، اینجا اگر وایستاده بودید کشته نمیشدید، مجروح نمیشدید. لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم. بعضی میگن ها راست میگه، بی خود ما رفتیم جبهه. والله یحیی و یمیت، چه میدانند که مرگ و زندگی دست خداست. والله بما تعملون بصیر، خدا داره میبینه کارای شما را. ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر کشته شدید در راه خدا، او متم، نه تو راه میرفتید کشته نشدید، مرگتون فرا رسید، لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون، لطف خدا از اون غنایم بهتره که اونا جمع کردن. حالا یه وسیله چه میدونم تو میدان پیدا کرده، میگه این عتیقه است، اصفهانی ها این گلدون رو درست کردن، آقا تو جبهه گذاشته لب تاقچه. حالا تو خونه باشه یا نباشه این عتیق چه فرقی میکنه؟ مغفرت خدا، لطف خدا، نظر خدا از چیزایی که اونا جمع کردن بهتره. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون، کشته شوید یا در راه خدا بمیرید به دیدار خدا می روید. یک کسی از حضرت علی علیه السلام پرسید چطوره که ما از مرگ می ترسیم شما نمی ترسید؟ امیرالمومنین فرمود مرگ یعنی دیدار خدا، همون خدای مهربان که ما را آفریده، این دنیا را در اختیار دیدن اون خیلی صفا داره. پیغمبر فرمود مرگ مثل بو کردن گل خوشبوه، مرگ مثل رفتن حمام، شستشوی تن، پوشیدن لباسهای نوه، مرگ به زیبایی گردنبند بر سینه دوشیزگانه، مرگ مثل باز شدن درب قفس، پرکشیدن مرگ اینه. یک کسی از امام جواد علیه السلام پرسید تو فامیل ما یک کسی داره جون میده خیلی سخته براش. امام جواد فرمود نمیدونه مرگ چیه، اگه بدونه نمیترسه، مرگ ترس نداره، رفتن از یه جای کوچک به یه جای بزرگه. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون، به مهمانی خدا می روید. حالا رسیدیم به این آیه. حالا به نظر شما پیغمبر فراریا رو و متخلفین رو ببخشه یا نبخشه؟ شما می بودید فتواتون چی بود؟ دارید فکر میکنید؟ الان مثلا تو همین ایران چند تا فرمانده، چند تا سپاهی، چند تا ارتشی کوتاهی کردن و نافرمانی کردن، چی کارشون کنیم؟ توبیخ کنیم، اعدام کنیم، توبیخ کنیم. این آیه این رو میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیامبر از همون مهربانی که تو از خدا گرفتی با اینها نرمی کن. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تند خویی بکنی همین چند تا مسلمون هم از دورت پراکنده میشن. فاعف عنهم، عفو کن اونها را. و استغفر لهم، حتی براشون استغفار کن. و شاورهم فی الامر، اتفاقا همینا که پیغمبر بخشیدشون تو جنگ بعدی شهید شدن. هی عذرخواهی میکردن، می اومدن پیش پیغمبر یا رسول الله
من نمیتونم بیام مسیر، روم نمیشه به شما نگاه کنم. یه حالت شرمساری در اونها پیدا شد. هی میگفتن کی بشه یه جنگ دیگه جبران کنیم. درسته ما تخلف کردیم، کوتاهی کردیم. این مهربانی پیغمبر جواب داد. یه نکته دیگر، بعضیا گفتن علت شکست احد به خاطر مشورت بوده. این آیه میگه نه، مشورت همه جا خوبه. شکست احد 3 دلیل داره، امروز 2 بار گفتیم. 1 شل شدید، 2 تفرقه بین شما افتاد، 3 نافرمانی کردید. مشورت چیز خوبیه، فکر نکنید به خاطر مشورت نه. لذا در جنگ بعدی که فردا خواهیم گفت باز پیغمبر مشورت کرد. یه تیکه کوتاه دیگه بگم و روزه بخوانم. آقایان من از شما میپرسم، الان ما تو کشورمون منافق هم داریم؟ بله. وطن فروش داریم؟ بله. ترسو داریم؟ بله. آدم شایعه ساز که کد بده به اسرائیل داریم؟ بله. یه عده‌ای از ضد انقلابای تو مدینه رفتن پیش ابو سفیان که برگشته بود، داشت میرفت مکه. گفتن چرا همشون رو نکشتید؟ خب شما که 70 تا از مسلمان‌ها رو کشتید، برگردید همشون رو تار و مار کنید. ابو سفیان گفت خب حرف خوبیه. آقا برگشتن، به پیغمبر خبر رسید، یا رسول الله یه جنگ دیگه، الان ما داریم برای شهدا عزاداریم. پیغمبر فرمود همین امشب یه لشکر میخوام، آدم تازه هم نمیخوام، همونایی که در احد بودن. گفتن در احد خیلی ها زخمی هن، مجروحن، دستش به گردنشه، چشمش. فرمود همونا رو میخوام، آدم تازه قبول نمیکنم. آقا یه لشکری درست شد، همونا که عذرخواهی کرده بودن گفتن الان جبران کنیم. خبر رسید به ابو سفیان. ابو سفیان قصه جدیه، اینا آدمای محکمی هستن. ابو سفیان هم ترسید برگشت. اسمش رو گذاشتن جنگ، ولی در حقیقت جنگی نبوده. میخواست یه جنگی میش بیاد، اسمشه غزوه حمراء الاسد، که لشکر اسلام انصافاً امتحان خوبی دادن. اینا با اینکه عزادار بودن، با اینکه مجروح بودن، دست و پا شکسته بودن، به خاطر خدا اون انسجامشون رو، اتحادشون رو حفظ کردن. از پیغمبرشون هم اطاعت کردم، دشمنم عقب نشینی کرد. فردا اگه زنده باشیم بزرگترین و سختترین جنگ پیغمبر رو میخوام بگیم که یه سوره براش آمده، جنگ احزاب.